خب دوستان عزیزیه کاچویی پای کلاچ براتون آوردم. از این لاکیو هست که خود فابریکیه. هر موقع این چیزو باز کردید دوباره اینو نندازید، اینا به در نمیخوره. این لاکی این پایش میشکنه، از این قسمت این خورد میشه و دیگه یه کلاچ نمیگیره، یه جای توی جاده گیر میفتی دیگه به درتون نمیخوره. بهتون توصیه میکنم از اینو استفاده کنید. این آهنیه، این پایشو با سنگ برش یا با سیمچین چیزی میبرید، قیچیش میکنید، بعد سیمو اینجا قرار میدید. حالا اگه دوست داشتید فردا براتون ویدیوی کلیشو میذارم. این سیم کلاچو اینجا میذارید، به این صورت جا میدید توی این قالبش و محکمش میکنید. اینجا سفتش میکنی با دو شاخه و این قلابشو جا میندازید.